زندگی خودم رو خودم برای شما میگم تا هر احمقی به دلخواه خودش برای من نسبنامه درست نکنه. بازمانده سلسله مغول از طرف پدر و سلسله قاجار از طرف مادر در اول مارس 1931 در جنوب دریای خزر در شهر رشت به دنیا آمدم. من به نقاشی کردن محکومم. گیرم که عادت باشن بعد این میاد چیز میشه، بعد میاد جزء فیزیک میشه. توجه میکنید؟ الان برای من نقاشی کردن یک احتیاج درست مثل شاشی، برای راحت شدن. توجه میکنید؟ درست مثل یه دوملی که میترکی. شما به سرنوشتی کاراتون هر کدوم دونه دونه فکر میکنی؟ خب الان من خبر ندارم که چه بلای به سرش آمده. الان اونایی که سر جاشون هستن میدوزدن. ولی سرنوشت کلی کاراتون انگار به سمت یک نابودی رفته، نه؟ بله کاملا این شکلی. منطقه یک مسئله است. اگه داغون شد، اگه لطه پار شد، اگه دزدیده شد، این دیگه پیروزی حماقت این دوره است. من تقصیر ندارم. یه مجسمه بندباز که برای موزه ساختم میتونه بگی کجا هست؟ بعد اون کار مال کسی نبود، اون کار مال یه مملکت است. من توی این کار حجم رو توی فضا نگه داشتم. در فاصله 3 متر از زمین یک هیکل 2 متری روی یک نقطه است. به اینا اگه شعور داشتن میتونستن کلی هم پوز بدن، ولی چون شعور ندارن و نمیدونم چی شد. پول منم خوردن، یعنی پول اینو من نگرفتم که بعد گوزید به علق و دیگه اینا که اینجا هست. با اینا انقدر احمق بودن. وقتی فون نصب شد بهادری رئیس دفتر ملکه بود. من صدا کرد که آقا یک کاری بکن، ما نمیتونیم نصب چون لخت بود. من گفتم خیلی خوب، من تنها کاری میتونم بکنم این است که یه سینی بسازم اونجا رو ببرم بزنم سینی بزنم جلوی پاش. این نصب کردن، بعد بهش تومون پوشوندن. من هر چی گفتم بابا جان مردم با شعورتر از این هستن که اسکاندالیزه بشن. باد و باران آمد تومون شکن. هیچ کس دادش در نیامد. پسر دخترها هم که همدیگه دوست داشتن زیر این مجسمه راندوو میذاشتن. خب من دیگه چی میخوام؟ عمرشم کرده تمام شده کشته. من وقتی شنیدم که مجسمه مؤسس رو هم دست و پاشو بریدن خیلی متاثر شدم. به خواست یکی از روزنامه‌های تهران یک یادداشتی نوشتم که آقا این چیه این پدیده جدید که همینطور مجسمه‌ها رو دارن میشکنن و خورد میکنن و دور میزنن؟ آخه این معنا نداره. حتی اگر علاقه ندارید، نمیخواید، به مناسباتی اون رو صلاح نمیدونید که در معبر عمومی نصب شده باشه، خب اینو خوردش نکنید. زمانی که داشتن جابجا می‌کردن این مجسمه روی یه پایه سبک بود، موقعی به زمین می‌خواستن بیارن به زمین خورده بود و این اصلا شما نگاه می‌کنید جای برش تیغره و جوش نیست. یعنی به نظر میاد که یه جوری این مثل یه فلزی بوده که در شرف کج شدن بوده، با یه حرکت اینو جداش کردن. کسی این رو منقطع نکردن. شما میتونید توی موزه هم این کار رو نزدیک ببینید.
غیر از این که فقط اون بخشای اوریانیش رو اگر ما بتونیم با یک کیفیتی بتونیم ترکیب کنیم، ما خدا نکرده اصلا معنای این کار ما معنای سانسور نیست، معنای احترام به شونات اجتماعی است. انشالله هر چه زودتر چهره نازنین و دوست داشتنی بهمن مؤسسه ببینم و ازشون ببوسم و طلب کنم و درخواست کنم که بیان این کارشون رو احیا بکنن که کنار موزه معاصر به عنوان یک نشان خوب و ارزشمند فرهنگ تصویری ما احیا بشه و سبز شکل. به هر حال هر اثر هنری و یکی یه نفر حرفایی زد که در شأن من نیست که به جواب بدم. بنابراین همونجور که جایگاه این اثر عوض میشه، نوع دیالوگی که با مردم برقرار میکنه مسئله یه خورده مهمتر است دکتر جان. توی ایران از من فرد و تاریخ وجود ندارد، نداشت و نخواهد داشت. فرد وجود نداره، فرد پرستی وجود داره، کفشلیسی، کوف، زهرمار، ترس وحشتناک. ای شاه نپسندیدیم. توی این خانواده سلطنتی شاه جداست و به شدت شنلش داره و با چکمه‌های بسیار بزرگ با فیگور شاه مونستر ساختم. ملکه به شدت نگران است، به طور که خودش به من گفت مازس چرا من اینجور نگران ساختم؟ اصلا نگران مضطرب. من گفتم خانم برای اینکه شما تمام ناراحتی این است که پسرتون پادشاه نشه. وای به من گفت آقا اعلیحضرت گفتن که مؤسسه آمد بگن چه ساخته و اینو بشکنه بریزه دور. من نگران نیستم که بچه همو بخورم، من نمیشناسید خوله شما این همه سرباز دارید، دستور بدیم بیام بشکنم. اینه چه خوبن داره شما میکشن. این اول انقلاب مجسمه رو ملت میکشیدن پایین. هم نیکپی گوشتم استاد هم از ملکه آقا، یعنی سازمان ملکه این که چیز شد شاه نپسندید دیگه دخل من آمده بود. من از این کار نون خوردم، رضایت روحی و رضایت زندگی داشتم. الانم که میبینید محتاج نیستم، نتیجه کار من و چیزهایی که دارم، چیزهای کوچیک که میان میخرم. ولی این که کار بگذارم نمیدونم برادرزاده من بعدم بفروشد چیزا، اصلا هیچ وقت. این داغون کردم، اینم مردم همه شما رو نیستن جیگرم دیگه پارش کردم. بله مرحوم پارش کردم، بودم پاره کردم. اینم مرحوم شد. مال خودم بود، خیلی دوستش داشتم. اسودی مرش برای که توی کلیسا میگن که خدا آدم رو به شکل خودش آفرید. مسلم است من یک پرسوناژ تاریخی هستم، هیچ این اسمش هم گندگوزی نیست. توجه میکنید؟ من برای این آب خاک من یک پرسوناژ تاریخی هستم، روی این از عجیب مواظب خودم هستم. یک روز این بی دست پایی این ملت آگاه خواهد کرد که لااقل اگه بزرگتر نشد از این چاپلوسی به در بیاد و پستر بشه. و من این کارم